در شروع آخرین ماه تابستون یک سلام گرم تقدیم می‌کنیم به همه شما همراهان همیشگی رادیو پیک و آرزو می‌کنیم که همیشه و همه جا دلشاد و خندان لب باشید. امروز چهارشنبه اول شهریور با کلی خبر داغ و حرف نگفته مهمون شما هستیم. برو بریم که وقت تنگه. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوت گه پارسایی. خب یه خبر از انتصابات جدید داریم براتون. شیخ فری به صورت زورچپون نهاوندیان رو به سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. سمتی که تا همین 2-3 روز پیش کلا اصلا وجود نداشت. یعنی تا همین 2-3 روز پیش هیچ بنی بشری اسم معاون اقتصادی به گوشش نخورده بود. البته ما به شیخ فری حق میدیم ها. میدونین خیلی بده که طرف بیاد تو ستادت کلی برات مایه و سرمایه بذاره، اما وقتی اومدی سر سفره انقلاب دستش رو جایی بند نکنی و شرمندش بشی. خب زشته دیگه. والا فقط میدونین مشکلش کجاست؟ اینه که تعداد رفقای شیخ فری از تعداد پست‌های دولت بیشتر شده. همه رفقا و آشناها و بستگان و اعضای اینوری و اعضای اونوری و خانواده محترم رجبی و تمام ژن خوبا رو در پست‌های دولتی فرو کرده، دیگه پستی نمونده. اینطوری میشه که پست جدید اختراع میشه، معاونت اقتصادی. الان ما وزیر اقتصاد و معاون وزیر اقتصاد و دستیار اقتصادی رئیس جمهور و مشاور اقتصادی دولت داشتیم. برای اینکه نهاوندیان بیکار نباشه از این به بعد معاونت اقتصادی هم داریم. الان از اتاق فرمان اشاره کردن 4-5 تا دیگه از اطرافیان شیخ فری هم بیکار شدن. فلزا در آینده نچندان دور احتمالاً سمت‌های جدیدی اهم از جانشین اقتصادی، متفکر اقتصادی، چی میدونم ساقی اقتصادی، بقال اقتصادی، آقا ما هم هستیم ها. مجری هستم، مجری اقتصادی خاصی ما هم پایه‌ایم. نمیگفت و نپرسیدم که این قایق کجا میره، آخه هر دو میدونستی که این احساس نمیمیره، میدونستیم به قلبامون جوابامونو پس. آخوند اژه‌ای داشت مصاحبه میکرد، یه خبرنگاری پرسید حاج آقا چرا این اعدام در ملأ عام رو متوقف نمیکنین؟ جواب داد چون مردم دوست دارن. بله حاج آقا، ما مردم خیلی دوست داریم، واقعا حال میکنیم که جوون مردم رو بیاریم وسط میدون جلوی ما بکشینش. بابا خب مردک یه چیزی بگو بگنجه. تویی که میگی مردم اعدام رو در ملأ عام دوست دارن، یا نمیدونی مردم کیان یا نمیدونی دوست داشتن چیه. حالا گیرم مردم اعدام در ملأ عام رو دوست دارن، باشه، فقط بقیه چیزایی که مردم دوست دارن رو چی میگی آخه؟ من دوست ندارم اعدامو تو ملأ عام ببینم، اصلا اعدامو دوست ندارم، ولی به جاش دوست دارم اون چیزی که دوست دارم رو تو ملأ عام ببینم. من دوست ندارم اعدام تو ملأ عام ببینم، ولی به جاش دوست دارم هر کاری که میخوام انجام بدم و اون حرفی که میخوام بتونم بزنم. نه من اصلا دوست ندارم اعدامو تو ملأ عام ببینم، در واقع اصلا کلا مخالف اعدامم، ولی به جاش دوست دارم یه روز از خواب بیدار بشم، برم تو خیابون و هیچ آخوندی رو تو ملأ عام نبینم. حالا فهمیدی مردم چی دوست دارن چی دوست ندارن؟ آقا عمامه رو بده بالاتر حاج آقا، بده بالاتر. میکشم همی اجتماع میکشم وقتی رای میخن کسایی مثل امثال منو با 1 کیلو برین میخرن و میندازن جلو. 30 ساله که کوچه خاکی آمون خاکیه، آسفالت خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن. یه مش مریضم واسن و تخمه بشکن که فیلم بگیری وقتی یکی تو میکنه. دست مریضا یه مرامه یه هموطنه که نه مرگ منو این دار سرواد داره. امرو من اینجام و فرد سر تو بالا داره. وسط جلسه تو مجلس آخوندی یه نماینده پاشد رفت بیرون و نیم ساعت بعد با 6 تا گلابی برگشت پشت میزش. 2 تاشو گذاشت توی کشوی میز، 2 تاشو گذاشت تو بشقاب روی میز، 2 تاش هم همزمان گذاشت تو دهنش. شما یه لحظه این صحنه رو تو ذهنتون داشته باشین. بعد رفتن ازش پرسیدن که آقای نماینده، آقای گلابی خور، آقای ولایت مدار، این چی بود وسط جلسه علنی مجلس؟ گفته که ما این کار را کردیم تا رئیس جمهور وزیر محترم ساعت بدوند واردات میوه خارجه قطع کند، به داد کشاورزان ایران برسد. این کار هم کردیم، میدونستیم اونجا فیزول است، فیزولا عکس میندازن. اگر آشکار میخوردیم این کار کردیم ملت بدوند. نمایندگان فقط به فکر مردم، کشاورزان، کارگران
بله همونطور که متوجه شدین ایشون در حمایت از تولید کنندگان گلابی این حرکت رو زدن. الان ما نگرانیم که این آقای نماینده با خوردن این 6 تا گلابی برای حمایت از تولید داخل یا به اظهار مقاومتی نیفته. برای خودتون مستقر باشید که ما رأی گیری داریم. بفرمایید عزیزان در صندلیاتون مستقر باشین. دوستان نماینده در صندلیاتون باشین. بفرمایید آقایان نماینده در صندلیاتون مستقر باشین. آقایان نماینده هم کارت بهتون توضیح کنیم. بفرمایید آقایون. آقای نماینده برو بشین سر جات. آقای برادر بشین پشت میزت. اون خربزه‌ها چیه روی میز شما؟ جان نماینده مشهدین، چه ربطی داره آقا؟ حمایت از سیفیجاته؟ بله. آقای نماینده شما چی داری میخوری؟ لواشکه؟ نه؟ حمایت از خوشبار فروشاست؟ بله ادامه بدین آقا از اون پشت چیه داره دود بلند میشه؟ چه خبره اون پشت؟ تریاک نه. حمایت از بیت رهبری؟ بله راحت باشین. دیشب تو خواب گلابی میدیدم، تو گاریا چارقد آبی میدیدم، گل گلابیا و نقش و کوفه های بخگلی مثل پر نازبانشا نرم مثل پیشی کپلی. چیکار کنم خواب میدیدم خواب و نمیشه که نمی میشه تو خواب هر جایی میشه با خواب هر جا رسید. این ماجرای ژن‌های خوب همینطوری داره کژ پیدا میکنه. جدیداً ژن‌شناس‌ها اعلام کردن شما ایرانی‌ها مخصوصاً بخش اصلاح طلب‌هاتون خیلی ژنتون خوبه، ما نمیتونیم. مثلا همین هفته وکیلی نماینده تهران تو مجلس آخوندی مصاحبه‌ای با روزنامه شرق کرده و گفته من خبر نداشتم، ولی جدیداً فهمیدم که 2 تا پسرام از طریق ژن خوبشون تو شرکت‌های کاغذی پول مردمو بالا میکشیدن. منم دعواشون کردم و گفتم آخه کی شما رو گول زده؟ کلید اسرار این قسمت شرکت کاغذی. ای پسرهای بابا به کجا در حال رفتن هستید؟ ای پدر داریم میرویم به مدرسه تا با قلم و کاغذ دانشی بیاموزیم. آفرین، بیایید از این لقمه ساندویچ ها هم با خودتان ببرید سر راه بخورید. خیلی ممنون پدر، خدا نگهدار. پدر ما از مدرسه بازگشتیم. خوش آمدید اما چقدر زود آمدید. حتی اگر با بنز آخرین مدل هم می آمدید اینقدر زود نمی رسیدید. بله پدر، ما با چیزی بهتر از بنز آمدیم. ما با پورشه آمدیم، اونهاش بیرون خونه پارکش کرده ایم. ای پسران بد، پورشه از کجا آوردید؟ با کاغذ ساندویچی که داده بودی شرکت کاغذی ساختیم. وای شما چقدر پسرهای بدی هستید. اخ دیگر از این کارهای زشت نکنید وگرنه لپتان را محکم میپیچانم. خیلی بدید. برید در اتاقهایتان و به کار بدی که کرده اید فکر کنید و دیگر گول شیطان را نخورید. چشم پدر جونم پدر عمرم پدر اینم و ایمونم پدر جونم پدر عمرم پدر اینم و ایمونم پدر. خدا عمرت بده، صبر و تحملت بده، نذار که دوریم اینقدر، رنج و آزارت بده. گرد پیری رو سره، غم و غصه تو تنه، هیچکی نیست دور و بره، دوری نمیشه باوره. این خانومه که شیخ حسن برد تو کابینش یهو پوششش کامل شد و خاطرتون هست؟ لعیا جنیدی رو عرض میکنم. یکی ازش پرسید که خانم جنیدی چی شد که یهو به صورت الهام چرخنده وار اینقدر خفن پوش شدی؟ جواب داده که آقای روحانی از من خواستن که طبق پروتکل کابینه پوششم بیشتر بشه. حالا ما که والا سوادمون قد نداد، یعنی نفهمیدیم دقیقاً چی گفت. واقعا مردیم از این همه بی سوادی. ولی خودمونیم ما. این کلمه پروتکل هر چی که هست خیلی خفن و با کلاسه. اصلا آدم هی دوست داره از این کلمه استفاده کنه. مثلا بگیم پروتکل وعده های پای صندوقی، چقدر کلاس داره. پروتکل من یه حقوق دانم. پروتکل رفع حصر میکنم. این یکی دیگه چقدر خفنه. اصلا پروتکل زندانی سیاسی نداریم.
نمیدونی چه حالی میده آدم از این کلمه استفاده میکنه. پروتکل خرمون از رو پل انتخابات رد شد. اصلا پروتکل ای بابا بازم که تحریم شدیم، پروتکل هرچی آقا بگه، پروتکل گلابی توی مجلس، پروتکل خربزه مشهدی، پروتکل سیب لبنان انار ساوه بوده این ور بازاره، پروتکل تازه آوردم براتون، پروتکل بدم آقا جون بوده بیه این ور بازار. Haydi her şerde hayır var, vesilemsin. Ne akıbetim ne tecellim, başrol benim. Bir yerde bekliyor elbet, nasibim kısmet. Geçer yok kıymet bilmeyene, sevmeyene. Zaman hızlı yazıyor, duramam ben matem günde. Beni sen hiç arama, eski defterlerinde. Zaman hızlı yazıyor, duramam ben matem günde. Beni sen karıştırma, aman ha eskilerinle. چند نفر از شنوندگان تماس گرفتن، پیام دادن که آقا چرا توی رادیو پک مسابقه نمیذارین؟ والا ما قبلا هم خودمون خیلی تو فکرش بودیم، ولی خب سوالمون یکم سخته، واسه همین مطمئنیم که اگه مسابقه برگزار کنیم هیچ کدومتون برنده نمیشین. ها؟ میخواین امتحان کنین؟ باشه. الان اصلا یه بار مسابقه میذاریم، اگه یکیتون، فقط یکیتون تونست جواب بده، از این به بعد چشم مسابقه هم میذاریم. به من اصلا ما الان یه فایل صوتی پخش میکنیم، شما بگین که این صدا مال کیه و کجاست. خوبه؟ آقا بزن بریم گوش بدیم. آقا پخشش کن. خب منتظر جوابهای شما هستیم. این صدای کی بود و کجا بود؟ اولین جواب اومد صدای مرشد توی زورخونه. نه اشتباه بود. صدای روزخونه تو بیت رهبری. نه اینم اشتباهه. صدای مداح توی مراسم ختم. نه اینم نیست. صدای علیرضا افتخاری تو حموم. نه اینم نیست. نه آقا دیگه پیام ندین، همتون اشتباه کردین. این صدای مختاباد خواننده بود که غزل خداحافظی رو توی آخرین جلسه شورای شهر تهران خوند. یه جورایی فاتحه شورای شهری ها بود. دیدین هیچ کدومتون برنده نشدین؟ پس دیگه هی گیر ندین مسابقه بذاریم. دوستان دو انگشتی دست بزنید آقای شیبانی و مهندس چمران بیدار نشد. متشکرم. رفقا لقمه آخر به گلو آویزین، از سر سفره انقلاب هم برخیزین. هرچه خوردیم در این چند ساله جیبمان پر شده، پس بگریزیم امان ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. شیخ فری هم افتاده رو دور شوخی و همه چیزو به خنده و نمک که تو بمیری من بمیرم داره زیر هوایی رد میکنه. تو جدیدترین لغز خونش گفته که وزرای من در دنیا برند هستن. بله برند. شما که غریبه نیستین. ما همین چند ساعت پیش الان ایمیل ریاست جمهوری رو وا کرده بودیم، دیدیم از مدیر عامل آدیداس و نایک کلی ایمیل اومده برای ریاست جمهوری ایران که گفتن Hello Mr. شیخ فری, can you speak English? Please send picture رحمانی فضلی تا بچسبونیم آندکتونیامون. آره. تازه اینکه چیزی نیست. شرکت سامسونگ و LG هم کلی التماس که Hello Mr. شیخ فری, please let us to picture زنگنه
فور پشت قاب تلویزیونامون. آره اولش ما خودمونم کپ کردیم این ایمیل ها رو دیدیم، واقعا چقدر برند داخلی داشتیم و خبر نداشتیم. حالا همه اینا به کنار، علاوه بر وزرا ما نماینده هامون هم دارن کم کم برند میشن. مثلا شرکت اپل گفته از سال دیگه روی گوشیاش به جای عکس سیب گاز زده میخواد عکس قاضی زاده رو در حین گاز زدن گلابی بذاره. به همین نور آیفون قسم. مسئولین مملکت همشون برندن، دست کم نگیریدشونا. بگو ببینم برند کی بودی تو؟ انت روحي والعمر ربي ينطني الصبر انا وياك انتظر اريد منك الصبر يا حبيب روحي انا انتهاج والمنى ما لك غير انا حبك انت بسحنا. یه سوال، کم ارزش ترین پول دنیا رو کدوم کشور داره؟ جواب: کشوری که دومین منابع گاز جهان رو داره، کشوری که سومین منابع نفت جهان رو داره، کشوری که 1/6 از ذخایر سنگ‌های قیمتی جهان رو داره، کشوری که بهترین فرش و خاویار و پسته و زعفرون جهان رو صادر میکنه، کشوری که یکی از بزرگترین صادرکننده‌های آب و برق منطقه است، کشوری که 15% از آثار باستانی و تاریخی ثبت شده در یونسکو رو داره، کشوری که به دلیل تنوع ذخایر معدنی به بهشت معدنشناسا مشهوره، و مهمتر از تمام اینها همون کشوری که سالانه 150 تا 180 هزار نفر تحصیل کرده از اون به خارج فرار میکنند که حدود 5% از اونها از نوابغ دنیا محسوب میشن. این کشور صاحب کم ارزش ترین پول دنیاست، کشوری که 30% از مردمش زیر خط فقر و محروم از امکانات زندگی سالم هستند. همه اینها رو فقط جهت اطلاعتون عرض کردم. حق نگهدارتون. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی به این فرهنگ مینازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی